جانا که جو سعادتمند هستی چی نام خود یک دکان مقبول جور کردی والا ماشاءالله ماشاءالله خدا معرفی که نام چی است دل آقا جان خوب است ان شاء الله شکر از امی هستی بله بله از امی هستم خب خدا تو را خیر بده وقت توت است نه بله بله مهمان از وقت مهمان من سلام توت خور به توت بخورن هر کسی که در چایکل رباط میه بشاجی دادن بیا ثابته توت تازه ور داره بده این پل متک است دیگه نه؟ بله این پل متک است همیشه می باشید؟ بله بله اینجا دکان ما همیشه می باشیم خدا تو را خیر بده وقت توت است بله بله پیامت بر وطندارا چی است که تو را میبینن؟ با وطندارا فقط پیام ما فقط یک آرامش باشه که وطندارا در وطن باشن بند میله بدر توت بخورن دوغ بادرنگ بخورن بادرنگ هم است دوغ بادرنگ است دوغ بادرنگ شده داخل برد بسیار خوب داشته باشه همین وقت توت فکر میکنه بسیار کم است نه؟ بله کم است یک ماه زیاد نداره یک ماه زیاد نداره؟ نه شمال نجایزه توت میده کنه خب شمال نگذاره بود شمال این توتای دستچین است دیگه کاکو جون؟ یا دستچین هم است توت دستر تکن خب بازی چه رقمی سودا میگیرید توت؟ یا ثابت است یا نظر به مشتری چقدر کار داره خب هر قدر خواسته باشه در وطن ما یک نعمت بزرگ است که پروردگار برای ما شما نصیب کرده دیگه خداوند انشالله که همینجا رامز جان بچیت است؟ بله بله رامز جان خوب هستی؟ صدرت خوب است؟ چقدر وقت میشه کاربار میکنی رامز جان؟ تقریبا 20 سال میشه 20 سال میشه؟ بله ماشاءالله از طبیعت همیشه شروع با تجارت خب رامز جان چطور است کاربار وضعیت کاربار شده؟ الحمدلله خوب است و حضرت وطندارا دیگه مسافر هستند باشه روسی که رامز جان؟ نه خیر نه که تا بالا روسی بیا خدا جان مهربان است خدا جان مهربان است خب وطندارای نازنین این قسمت پل متک است و اگر وقتی بیاین مستقیما دکان کاکو آقا و رامز جان در این موقعیت قرار داره دیگه انشالله که بیاین خدمتتان میکنن بزرگترین خدمت همی است که برای هموطن ما همی هر فصل از خود یک میوه داره و تایم داره نه فصل انگور داره دیگه سردار نازنین خوب هستی صحت خوب خدا بخیر هستی آرام هستی بسیار خوش آمدی به ولایت پروان سلامت باشین سردار جان بسیار با آدم با انرژی معلوم میشین خیر باشی آرام باشی خودت قربانتون سردار جان ما پیش رامز جان رفتیم توت فریمان داشتن بله. شاتوت نداشتن شما شاتوت دارید شاتوت و ماست شفتالو و ماست ماشاءالله کل از چیزای از امی باغای از امی هست خب بشک از امی ولایت است ولایت پروان از ولایت پروان ولسوالی جبل سراج بله دوستای عزیز سردار جان نام خدا یک دکان دیگه قسمت داری دکان مربوط شما بله مربوط خودم خب این توتا و شاتوت از باغ خودتون است نه میخریم ما از امی بچه‌ها میارم میخریم خب دوستای عزیز از پل متک تیر میشن بله مربوط ولسوالی جبل سراج میشه مربوط ولسوالی جبل سراج میشه دیگه وقتی که از پل متک تیر میشین در استقامت دکان درای قربان یاد میشه درای قربان یاد میشه سردار جان دکانش همیشه همیشه میباشه بله همیشه هستیم دیگه خب امی تو تا مقدار چندان بسیار سخت است نیست دیگه خب چند دستچینش سخت است با اثر که بتکنی آسان میشه با کچی میتکنین با دیگه با اثر داریم ما خب 4-5 نفر هستین دیگه حتما 4 نفر ها 4 نفر است یک نفر سر درخت می باشه 14 تا زیر باشه خب سردار نازنین اینجا آلو بالو هم است آلو بالو آلو هم از خودتان است نه امی خریدیم امی سوبکی خب امی آلو و توتش شاتوت چندانش بسیار سخت است حالا ما تجربه کردیم یک اکتا میبره میچینی بسیار خون پرت میکنه خب سر از این چیت میشه این بچه که میشه بچه ماشاءالله این دوستای سردار جان بچه که چی از نامه میزاد کی میزاد جان خیلی خوب هستی بچیم صدت خوب است نام خدا فکر میگه بیادر خورده تسمالا هیچ بچه معلوم نمیشه خودت جوان هستی ماشاءالله اینا که همکاری میکنه همکاری میکنه یکم تربوز رو میکشه اثر میگیره فکر نکنه خداوند خیرش بده همین اولاد به خاطر بدرت میبره که بدر خدا بگیره زحمت میکشی یک مسئله خود باشه خدا یک نیم نان سیر میکنه سلامت باشی حالا بیشتر که میشه که تمام کارش یکی تازه کنیم خدا کمتون نکنه میمون از کابل آمدی با عزت باشی رفته بودیم چکر طرف
بسیار خوب. گلبار رفته بودیم دیگه، خواستیم شما را دیدیم که یک راسته دکانتان مقبول است. آرام باشید. دیگه خدا شما را عزت بده بیادر. دیگه هر وقتی که اومدید اینجا ما به خدمت هستیم. ان شاء الله. ما کتم دوستایت که تماندی والای بیاییم ما برای تو تازه میکنیم دیگه بیادر. سردار نازنین آدم با ثبوت هستی، آدم کافی هستی، خدا را عزت بده. خودتون با ثبوت هستی بیادر پیمان هستی. گلبار رفته بودیم آمدیم ان شاء الله ما هر جمعه سبت میایم. دیگه دفعه آمدیم. هر جمعه که آمدیم ما دم پل متک به خدمت هستیم. سلامت باشین. وطندارای نازنین اگر قصد داشتین که بخیر به طرف سمت شمال بیاین از پل متک تیر میشین. درای غربند است. از سرک غربند تیر میشن. نه این او سرک غربند است. این استقامت یک راسته دکانه است. در اینجا سردار جان و رامز جان دکانشان هستن. ما فکر میکنم خلاصه هر چیزی که نیاز داشته باشین در خدمتتان است. دیگه وقتتان نمیگیرم. نزدیک میبینم تا تصویر فرق داره. اما بر دوستان میگم که به سردار جان بیاین، مطمئنن که یک چیز بسیار فوق العاده براتون میده. حتما دیگه از جمعه آینده بخیر ان شاء الله وطندارا. بخیر دیگه دو جمعه اینجا که بخیر نمیشه شمال باشه. تو میباشه. اینجا طرف سالنگ میره دیگه تو بخیر. طرف ماشین رو میره. یک شادو دوستان ما نه میخریم میره. صبحی خریدیم از یک با خریدیم. باش که نه دو دانه باتم بخوازی نرمش خوب شیرین است یا وطنی است 12 نیست یا بسیار خوب شیرینه. ما میذار بشه بخشی میرم. سلامت باشید. مهمان هستی دیگه. قربانتون. امروز روز جمعه است دیگه. با عزت باشید. تفریح اومده بخیر. رفتیم سردار نازنین. بره بخیر بره دیگه. تشکر از مهمان نوازی بیادر. خوبی دیگه بخیر بره. سلامت باشید. تشکر. دوستان عزیز یک تحفه از سردار جان ما تسلیم شدیم. بخیر باشید. دیگه یلال باشه بیادر. حلال است بخیر. رفتیم خداحافظ. بخیر باشید.